السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته‌تان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرفرازند که نگاه های گرم شما به برنامه ما نگران است. کوشش میکنیم دقیقه هایی که همراه ما هستید هرگز بی ثمر نرود. بهار عروسی سال در جمهوری امان کنفرمایی میکند. روز از روز درختان لباسی سبز به بر می کشد. کس از تماشای گل و میسه های رنگارنگ فرحمندی را به خود احساس می کند و این همه زیبایی شادمانی به کس کیفیت خوش حیه می سازد. در چنین دم ما از آن فخر و افتخار می کنیم که در چنین دیار آزاد و آباد که صلح و صلاح کنفرمایی می کند و برای مردمش تمام زندگی ها شرط و شرایط ها مهیا است برد و باش داریم. زیرا با گفت شاعر دیاری رودکی از نوجوان شد، بیا از بوستانش گل بچینیم. غزلخوانی و خوشگویی پسند است در این کشور که بر تاجش نگینیم. اینک توجه نماید. از روی عنعنه 15 اپریل هر سال روز عینی خوانی اعلان گشته است و طبیعی است که بنابر خدمت استاد عینی در بنیاد ادبیات نوین تاجیک و عموماً ادبیات و مدنیت مردممان در نیمه دوم عصر 20 بی‌نظیر است. استاد عینی از جمله اساسگزار و از مؤلفان فعال روزنامه آواز تاجیک به شمار می رود. پیش از همه تاکید باید کرد که زبان یکی از والاترین ارزش‌های انسانی، یعنی واسطه است که تاریخ و فرهنگ ملت و خلقیت‌های گوناگون توسط آن به جوانیان معرفی می‌گردد. دیگر خیلی ifade نماییم هیچ ملت به زبان ملی وجود داشته نمی‌تواند. از این رو استاد صدرالدین عینی در یکی از شماره‌های اولین روزنامه آواز تاجیک گفته بود که قومی که روزنامه ندارد و زبان ندارد. ملتی به روزنامه آدمی به زبان را میماند. 98 سال این جانب نشریه سرنوشت‌ساز تاجیکان آواز تاجیک چون چراغ فروزان به هر یک خاندان صاحب خیردان روشنی عطا نموده برای در روحیه خودشناسی ملی
تربیت نمودن چندین نسل همه جانبه سهم باسزای خود را گذاشت. آواز تاجیک قریب 98 سال این جانب بر آن سعی نمود که صاحب این زبان ناب و شیوا از تمام حوادث و نوگانی‌های جامعه بشری و جمهوری واقف کردند، در همه لحظه ها پیرو آن باشند. روزنامه هر لحظه به خوانندگان تاکید می نماید که ای همزبان از اصل خود دور نشو، زبان ناب خود، زبان پاک و بی‌آلایش خود را که چندین سالها در عالم ترین انداز گردید احترام نما. استاد عینی نه فقط اساسگذار روزنامه و مجله های عصری بیست، بلکه در تربیت ادیبان جوان چی به واسطه و چی با واسطه از طریق نشریه ها سی بزرگ گذاشته است. خاصتا پایه‌گذار ادبیات نوین تاجیک استاد صدرالدین عینی بسیار خدمت‌هایش بی‌قیاس است، بی‌نظیر است و در تشکیل همین روزنامه هنوز وقتی که در سمرقند یک دوره ادبی تشکیل شده بود و تحت رهبری استاد عینی خیلی ادیبان در اطراف استاد عینی جمع شده به پیشرفت ادبیات، زبان، فرهنگ، مکتب و معارفی تاجیک جمهوری خیلی سهمگذار بودند. ما همه ساله زادروزی استاد عینی را به طور شایسته استقبال میگیریم. دایر به استاد بسیار مقاله های خواندنی روی چاپ را میبینند. بسیار نویسنده ها، ادیبان، شاعران و آنهایی که با استاد عینی هم نفس بودند بسیار خاطره های جالبشان را با مردم به هم میبینند. با تاریخ و ایجادات استاد عینی و شرایط محیطی که اثرهای جاودانه نویسنده انشا شده اند، مخلصان و علاقمندان ایجادات ادیب میتواند در خانه موزه استاد عینی در سمرقند شناخته شوند. خصوصا در این روزهای عینخانی موزه سرآدم است. خیلی که بر همه ما معلوم است با قرار حکومت خانه موزه استاد صدرالدین عینی از نو تعمیر گردید. حالا آنجا مکان عالمان و شاعران، دانشجویان، هر یک پیرو جوان می باشد. هر گونه تدبیرهای معرفتی و معنوی در آنجا برگزار می گردند. من از آن خرسند هستم که در این روزنامه با زبان صدرالدین عینی، با زبان استاد، زبانی آن کس ساده، عادی و عامه فهم بود کار میکنم، فعالیت میبرم. حالا هم در جوان کتاب های ما اثرهای استاد آدینه، یتیم، پویست های آن کس، مرگ سودخور، یادداشت ها جای دارند و آن را هر دایم گرفته ورق میزنیم. با قهرمان های آنها شناس میشویم که دایر به عشق و محبتی پاک، صاف، صمیمی، دوستی و برادری، ارزش های ملی امان بخشیده شده اند. من حالا در عرفه زادروز استاد به روزنامه ما مقاله و موادهای مخلصان که دوستداران زبان استاد هستند می آیند و آن را ما تحلیل و تحریر می نماییم و بار دیگر با زبان استاد گویا ما آشنا می گردیم. بار دیگر گویا با استاد ما هم فکر هم پهلو هستیم. حالا موافق عنعنه روزنامه آواز تاجیکی استاد عینی به آن اساس گذاشته است از جانب نسل نوی ایجادکاران ادامه داده می شود. همین طریق روزنامه و اهل آن و 100 سالگی نشر آن که 2 سال بعد جشن می گردد قدم های باوری بخش می گذارد. همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر، تاریخ 12 اپریل در تمام دنیا روز بین الخلقی کیهان‌نوردی اعلان گشته است. از این لحاظ ما خواستیم در جریان برنامه آیدی فعالیت شادروان اکادمیک شوکت واحدов
اشکایه نماییم که در این ساحه در وطنمان سهم مناسب گذاشتند. زمان پیشرفت علم کیهان و کیهانشناسی، جمهوری ما نیز در پیشرفت علم و تکنیکی کیهان و کیهان نوردی سه خود را گذاشته است و این کامیابی ها اساساً به اتحادیه علمی تحقیقاتی کائنات وابسته بود. عموماً فعالیت اتحادیه با نام اکادمیک شوکت واحدوف وابسته می باشد، زیرا تحت راهبری او در بیروی کنسترکتاری در تاشکند برای موشک‌هایی که به کیهان پرواز می‌کردند بعضی دستگاه‌ها ساخته می‌شد. این دستگاه‌ها از جانب فیزیک تحقیقاتچیان ازبکستان استحصال گردیده برای ترقیات تکنیکی کیهان نوردی خدمت کردند. این عنعنه نه فقط با اختراع و ساختن دستگاه‌های مهم تکنیکی بلکه با پرورش محققان و کیهان نوردان نیز انجام یافته است. از جمله ما افتخار داریم که زاده جمهوری امان ولادیمیر جانبکوف به کیهان 5 مراتب پرواز کرده است. هر یک تا که اینجا دیدگی کتاب مشود می یک ورق مشود می هر یک تا و خودش تاریخش هست. من کائنات مثالش بگیرید، من اینجا من ویدیو کاستو اینا همش چندین ساعت میشد فیلم ها درباره کائنات. این همون علم اساسشون و با سفارش دولت ازبکستان سال 2003 فیلم گرفته شد. یلدوزلرگ اینطلب گفته پدر دائما به کیهان به ستاره ها نگاه کرده، هوس کرده، یک همون پریدن اون کسان این کائنات رو براندن هوس میکردن. علمش چخور کردن اکن 30 سال دیگر بود، ولی من فکر میکنم که همون امکانیتش گفته حاضر موی سفید میپرید می پرواز میکنید می پرواز گفت هم گفتن گفته فکر میکنم چون که جدا هم شوقشون بالا. هرچند که خودشون پرواز نکرده باشن علمشون شاگردانشون شکر که پرواز کردن و نام البته شوکت واحدوف در دنیا طنین انداز گشت. با تشبوس اکادمیک شوکت واحدوف در جمهوری مکتب بین الخلقی کیهان تشکیل گردید و غالبان آزمونی مخصوصی که در موضوع کیهان و فیزیک برای خوانندگان مکتب‌ها اعلام می‌گردید. غالبانش تابستان هر سال در لگری مخصوصی مکتب در ناحیه پرکنت ولایت تاشکند هنگام تعطیل با تحصیل و عملیات فرا گرفته می‌شدند. در این مکتب از جمله کیهان نوردان و محققان فیزیکوی و اویاتسیا درس می‌گفتند. رهبرای ازبکستان شراف رشیدوف علم کائنات، فیزیک یا صنعت هواپیما سازی یا صنعت سنگین ما میگیم، همین تراکتور زاود و مثال جدا مل یا مترو ساختگیشان، این کسا همین ازبکستان با وطن هم با علم فن رواج گیرد آینده، چون که هر دولت هر حلق علمش هر چقدر بقوت باشد ریشه دار باشد همین خیلی آیندهش فراوان نورافشان میشد. گفته حرکت میکردن. همون یکی نمونه هایی که من از یکی آمده همون سفری همون بازدیدی از همون نیویچ این یک 60 کیلومتر تاشکند همونجا به آمده من یک درخت کاری کردن. من اینجا شرابو میگویم و در پشتشون من پدرم وایستادین همونجا درخت کارسین اومده. اکادمیک شوکت واحدوف با وجود اینکه تمام فعالیت علمی خود را به فنهای دقیق بخشیده است، برای ساحه شعر و ادب نیز بیگانه نبود. برای این عالم نامدار شعر و غزلهای خواجه حافظ، حکیم عمر خیام، فردوسی و سعدی بیگانه نبود. برای همین هم در قطار کتاب‌های فن‌های دقیق و تکنیکی اثرهای شاعر و نویسندگان بزرگ را نیز می‌بینیم. من این در عکس می‌بینیم اینجا مثلا پدرم جوانشون این مادرم با همدیگر مشاعره می‌کردن. همون یک از علم یک لحظه‌ای که تنفس گوییم اگر یک دمگیری دادیم یک شعر بیت یک دو سه مصرع بیتش خواندم بعد کنی دوام کن ما گفتم
و مادرم از جای ایستادگیشان دوام میکردن. این یک برای بچه‌ها یک تربیه هم بود. اینا بینتون گوش کنتون من اینجا مخصوص شینتون نمیگفتن. این همین حیات دوامش بود. خودشون نمونه بودن. ها همون مثلا آشپزخانه به یک آش پختن وقتش بهم یک طعام تیار کرده که وقت بهم همونجا بیام میشد اینجا یا یک تلویزیون یا از رادیو یگون و موسیقی کلاسیکی شونده استفاده که وقتش به همون اینطور خاموش میکردن و دوام کن میگفتن یادگارشون به همین شعرهای میخوندن ما قائل میماندیم که اینقدر شعر اینقدر ربایی قطعه مسدس مخمس همش از یاد بود. ما حیران میشدیم که این نوع سرشون به معشون به فیزیک گجاش به جایش از کائنات گجاش به جایش این شعریت و تاریخ گفتن نمونه بود و همیشه داده میگفتن که هر چیزی که به من رسیدیم نصفش یعنی مادرتام گفتن. برای همین وقتی که درباره استاد گپ میزنیم ما نمیتونیم فقط استاد گوییم که فیزیک یا کیهان شناس، چخیلی که بعضی همکسبای ما معمولا میگن یک گپی عامه هست میگن لیریک هستی یا فیزیک هستی. استاد واحدوف هر دو این رو داشتند، یعنی هم جهت فیزیکی که کسب اساسیشان بود و جهت لیریکی که با ادبیات رغبت داشتند و من فکر میکنم که از بس که استاد در نشر کتاب‌های تمهید و سپندی بسیار سهم گرفتند و این بیهوده هم نبود چون که تا جایی که من میدونم اینها پیوندی خونه هم دارند. احتمال من میگم که این و ادبیات شوق داشتنشون هم احتمال یک چیز ارثی باشد که بعداً به همون کتاب دست زده و در یک جایگی با شاعر پیمان این دو کتاب رو از نماینده های حتی بزرگ ادبیات در آخر عصر 19 و اول عصر 20 سپندی و خصوصاً قاری مسیحی تمهید این دو کتاب چاپ کردند و به دست خوانندگان رساندند و با این واسطه خوانندگان حقیقی ادبیات دانستند که این خصوصاً تمهید واقعاً یک از آخرین کلاسیک‌های ادبیات فارس تاجیک بوده است. حالا در تمام جمهوری اعتبار به ساحه کیهان دوباره زیاد می‌گردد. قرار پرزیدنت درباره تأسیس نمودن ازبک کاسموس از این دلالت می‌نماید. امید است که برای رواج دادن ساحه کارهای عملی انجام داده اکادمیک شوکت واحدوف زمینه مستحکم می‌گردد. از پدر و مادر شنیدگیم، از پدر و مادر گرفتگیم که اول مهر عاقبت کلان بزرگان به پدر و مادر همون گفته بودن که حسین از حسن 5 لحظه 5 دقیقه با تفاوت 5 دقیقه به دنیا آمده است، لیکن حسین حسن به طور اکا برادر بزرگ حرمت احترام کرده است. 5 دقیقه همون 5 دقیقه حرمتش از یادتون نرود. کلانای احترام کنیتون، علم احترام کنیتون و می گفتن که اگر از دنیا عالم درگذرد یک عالم به 1000 ظالم، یعنی یک عالم 1000 ظالم به خودش گرفته می رفته است. این دنیای پاک کردن از براش ما گفتیم همون بایم چون که وقتی که انسان علم کرده مشغول است ذکر و فکرش علم ادبیات و علم هر طرف لما است، هر کدام علم است مشغول باشد. پدرم میگفتن که وای کلا به فکرهای بد کارهای بد بزب به جای نمیماند و به گفتی قانون زردشتی ها پندار نیک، گفتار نیک، اعمال نیک. همدیاران من بینندگان عالی قدر، این بود برنامه این ساعتی رنگین کمان که ایجادکاران ما برای شما آماده نمودند. در آخر برنامه فکر و درخواست و نامه های شما را منتظر در جهاننمای ازبکستان میمانیم. همیشه صحتمند و سربلند و خانه آباد باشید. خدا حافظ.